اینک توجه فرمایید به ادامه سفر به سوی خوشبختی. در برنامه گذشته از پل صراط عبور کردیم و به جلوه دروازه بهشت رسیدیم و ما الان جلوه دروازه بهشت هستیم، ولی در بسته است. مردم را جلوه در می‌بینی. بعضی از مردم نزدیک است از خوشحالی پرواز کنند. ببین قرآن چگونه این خوشحالی را توصیف می‌کند. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. پس اما کسی که کارنامه‌اش به دست راست او داده شود میگوید بگیرید کارنامه ام را بخوانید، من یقین داشتم که من به حسابم خواهم رسید. پس او در زندگانی پسندیده خواهد بود در بهشت برین که میوه‌اش قابل دسترس است و پاداش آنچه در روزگاران گذشته پیش فرستاده اید گوارا بخورید و بیاشامید. اکنون چه کسی با تو جلوه دروازه بهشت است؟ دوستان برای اولین بار جلوه در بهشت با هم ملاقات می کنند. خوشحالی ملاقات را تصور کن. دیگر همیشه با هم هستید. پدر و مادرت، فرزندانت، همسرت، دوستان و عزیزانت، همه بعد از سالها دوری. کسی در روز قیامت به فکر کسی نیست. برای اولین بار فرشتگان را میبینی. ببین چقدر از دیدن تو خوشحال هستند. او سرورمان جبرئیل است. ببین وقتی بالش را حرکت میدهد لؤلؤ و یاقوت از آن میریزد. ببین چه کسی اینجا ایستاده است. سرورمان ابراهیم، موسی، عیسی، مریم و این هم مادر مؤمنان خدیجه. پیامبر صلی الله علیه و سلم را ببین، او آنجاست. اولین باری که او را میبینی به او سلام کن، تو را با نامت میشناسد. میخواهی جلوه در بهشت با چه کسی ملاقات کنی؟ کمی فکر کن. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. و کسانی که تقوای پروردگارشان را رعایت کردند گروه گروه به سوی بهشت سوق داده می شوند تا هنگامی که به کنار آن رسند در حالی که درهایش گشوده شده است و نگهبانانش با آنان گویند سلام بر شما، پاک بوده اید، جاویدانه به آن درآیید. وقتی می‌خواهی وارد بهشت شوی دوست داری دستت در دست چه کسی باشد؟ از همین حالا با هر کس دوست داری وعده ملاقات جلوه دروازه بهشت بگذار. به من بگو ببینم تو در کدام صف از صفوف مردم هستی. بگو ببینم از پیامبر صلی الله علیه و سلم و صحابه دور هستی یا آنان جلو هستند و تو با آنان نزدیکی. تصور کن که با آنان نزدیک هستی. آیا نسبت به مادرت نیکی کردی و یا خیر؟ برای اسلام زندگی کردی و یا نه؟ در زمین اصلاح کردی و یا خیر؟ حلال خوردی؟ رشوه را قبول نکردی؟ ای خانم شنونده،
تصور کن که اگر بانو خدیجه یا فاطمه و یا هم مریم نزد تو آمدند در حالی که تو 18 سال داری و دستت را گرفتند، چون یک صفت از صفت آنان در تو است. و ای آقای شنونده، تصور کن پیامبر تو را دوست دارد به خاطر صفت زیبایی که در تو است. پس شلوی مردم تو را صدا کند بیا نزد من، پیامبران، صدیقان و شهیدان. تو حلال خوردی، رشوه قبول نکردی و برای اسلام کار کردی. تصور کن که با هیجان ایستاده هستی و منتظری که دروازه بهشت باز شود تا این تجربه را مشاهده کنی. تجربه‌ای که در پیش رویت انجام می‌گیرد. از انس بن مالک رضی الله تعالی عنه روایت شده است که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند روز قیامت خوشگذرانترین و پرنعمتترین اهل دنیا از دوزخیان آورده و یک مرتبه در آتش فرو برده می شود. آنگاه به او گفته می شود ای فرزند آدم، آیا هرگز خوشی و خیر دیده ای؟ آیا هرگز نعمتی به تو رسیده است؟ او می گوید والله سوگند نه ای پروردگار من. آنگاه بلازده ترین و فقیرترین مردم دنیا از بهشتیان آورده و یک مرتبه به بهشت برده می شود. آنگاه به او گفته می شود ای فرزند آدم، آیا هرگز ناراحتی و فقر دیده ای؟ آیا هرگز بر تو سختی گذشته است؟ او جواب می دهد خیر، والله سوگند هرگز فقری ندیدم، هرگز ناراحتی و سختی نکشیدم. این دلیل آن دو حقیقت است. آری عزیزان، یک بار مراسم استقبال پیش دروازه بهشت را تصور کن. وسیق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم. و کسانی که از پروردگارشان پروا داشته‌اند و تقوا داشته‌اند گروه گروه و سوی بهشت سوق داده می شوند تا هنگامی که به آن رسند، در حالی که درهایش گشوده شده است و نگهبانانش به آنان گویند سلام بر شما باد. جشن استقبال در دنیا پر از نور، هیجان، خوشحالی و سرور است. نظرت در مورد جشن استقبال آخرت چیست؟ چه کسانی از تو استقبال می کنند؟ استقبال کنندگان فرشتگان الهی‌اند. موضوع مهم قبل از ورود به بهشت. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. کینه ای را که در سینه های آنان است بیرون کشیم. برادرانه بر تخت ها روبروی هم نشستند. از امروز محبت ضرب در محبت است. نه بغضی وجود دارد، نه کینه، نه حسد، نه غیبت، نه هم سخنچینی. کسی تو را با کلمه جریحه‌دار نمی کند، حتی با یک اشاره چشم. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. در آنجا نه سخن بیهوده و نه حرف گناه آلود بشنوند، مگر این سخن را که همگی سلام گویند و سلام. چه کسی در را باز می کند؟ از انس رضی الله تعالی عنه روایت شده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند روز قیامت پیش دروازه بهشت می آیم و در می زنم. دربان می گوید تو کی هستی؟ می گویم محمد هستم. می گوید در مورد تو به من دستور داده شده است که قبل از تو برای هیچ کس در را باز نکنم. آیا اکنون بوی بهشت را استشمام می کنی؟ دروازه باز می شود. این لحظه را تصور کن. الان وارد می شوی
ولی میشنوی که فرشته قبل از وارد شدن تو را صدا میزند تا شروط ویژه ورود را بدانی. جلوی دروازه بهشت فرشته تو را صدا میزند: شما 4 چیز دارید. از ابو سعید و ابو هریره رضی الله تعالی عنهما روایت شده است که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند: وقتی اهل بهشت داخل آن میشوند، یک منادی ندا میدهد که شما حق دارید و شما وعده داده شده است که همیشه زنده باشید و هرگز نمیرید. همیشه سالم و تندرست باشید و هرگز بیمار نشوید. همیشه جوان باشید و هرگز پیر نگردید. و حق شماست که همیشه از نعمت‌های بهشتی بهره برید و هیچگاه نیازمند و غمگین نشوید. از امروز تمام درد و غم‌های دنیا تمام می شود. نه بیماری است و نه ناتوانی. همه 33 ساله اند. نه مرگ است و نه غم. هر دقیقه در بهشت خوشبختی در حال افزایش است و هرگز غم و درد وجود ندارد. آری عزیزان، لحظه ورود به بهشت فرا رسید. دروازه باز می شود و تو داخل می شوی. اولین گامت را به داخل بهشت میگذاری. اولین کارت در بهشت چی هست؟ اینکه اولین کار بعد از ورود به بهشت چی است در قسمت بعدی بیان می گردد. پایان این بخش. دوستان عزیز، در برنامه‌های گذشته تا به در بهشت رسیده بودیم و الان لحظه ورود به بهشت است. دروازه باز می شود و تو داخل می شوی. اولین کاری که در وقت ورودت انجام می دهی چی کار است؟ اولین کار استشمام بوی بهشت است. تو بوی بهشت را استشمام می کنی. نگاه کن اطرافت را. رنگ‌های مختلف، دریاها، کاخها، پرندگان، فرشتگان و لباسی که می‌پوشی. یحلون فیها من اساور من ذهب و لؤلؤا و لباسهم فیها حریر. در آنجا با دستبندهای زرین آراسته کردند و نیز مروارید بانان ارزانی می شود و لباسشان در آنجا ابریشم است. تصور کن که چگونه چشمانت از تماشای یک زیبایی و زیبایی دیگر منتقل می شود. الله متعال در یک حدیث قدسی که ابو هریره رضی الله تعالی عنه از پیامبر من صلی الله علیه و سلم روایت می کند می فرماید: اعددت لعباد الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. جایی را برای بندگان صالحم آماده ساخته‌ام که نه چشم آن را دیده و نه گوش توصیفش را شنیده و نه به قلب بشر خطور کرده است. ابو هریره رضی الله تعالی عنه می فرماید: اقرأوا ان شئتم فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین. ابو هریره گفت: اگر خواستید این آیه را بخوانید، هیچ کس نمی‌داند که برای آنان یعنی مؤمنان از آنچه مایه نور چشم است و پاداش کارهای نیکی که می‌کردند چه چیزهایی آماده است. اکنون تو در برابر یک منظره زیبا قرار داری. باغ‌هایی که درختان انبوهی دارد. تنه درخت از طلاست و پرندگان و فرشتگان به تو خوش آمد میگویند. تو در برابر منظره هستی که در تمام زندگیت آن را تصور نکرده ای و آب از هر طرف می آید. دریاها، زیورآلات با رنگبندی های مختلف از طلای زرد و لؤلؤی سفید و لباس های مختلف. چشمانت
حیرت زده می شود که چی می بیند. متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. و به آنان شادابی و سرور رساند و به پاداش آن که شکیبایی ورزیدند باغ و ابریشم بهشتی به آنان پاداش داد. در آنجا بر تخت ها تکیه داده اند. در آنجا حرارت خورشیدی و سرمایه تند نبینند. سایه هایش بر آنان از نزدیکی پرتو افکند و میوه هایش بسیار در دسترس قرار داده شود و بر آنان آوندهای نقره‌ای و جامه هایی که آبگینه اند گردانده شود. آبگینه هایی از نقره که آن را به اندازه گیری کرده اند و در آنجا از ساغر شرابی که طعمش زنجبیل است نوشانیده می شوند. چشمه‌ای در آنجا هست که سلسبیل نامیده می شود و نوجوانان جاویدانه بر آنان رفت و آمد می کنند. چون آنان را می بینی آنان را مرواریدی از رشته افشانده می بنداری و چون بنگری نعمت بسیار و فرمان روایی بزرگی می بینی. بر آنان پوشش های سبز از ابریشم نازک و ابریشم صدبر است و با دستبندهایی از نقره آراسته شده اند و پروردگارشان شراب پاکیزه‌ای به آنان خواهد نوشاند. این نعمت‌ها به عنوان جزای اعمالتان است و تلاشتان پذیرفته شده است. آری عزیزان، در بهشت این چنین نعمات در نظر گرفته شده است. مفهوم ودانیة علیهم ظلالها یعنی سایه هایش بر آنان از نزدیک پرتو کند. این سایه ها برای حفاظت از گرمای خورشید نیست، چون آنان لا یرون فیها شمسا ولا زمهریرا. در بهشت نه خورشیدی می‌بینند و نه سرمایه سختی. سایه به خاطر نرمی دل و زیبایی منظر است و تنوع درجه های سایه بر زیبایی می‌افزاید. این الابرار لفی نعیم علی الارائک ینظرون تعرف فی وجوههم نظرة النعیم. بیگمان نیکان در ناز و نعمتند، بر تخت ها نشسته و می نگرند. شادابی نعمت را در چهره هایشان می بینی. ابو هریره رضی الله تعالی عنه از رسول الله صلی الله علیه و سلم روایت می کند که آن حضرت فرمودند اولین گروهی که وارد بهشت می شوند چهره هایشان مانند ماه شب 14 است. سپس کسانی که پشت سر آنان وارد می کردند همانند روشنترین ستاره درخشنده آسمان نورانی هستند. ادرار، مدفوع، تف و آبی بینی ندارند. شانه های آنان طلا و عرقشان مشک است. سبحان الله و الحمدلله گفتن با آنان الهام می شود، چنان که نفس کشیدن با شما الهام می شود. آره دوستان،
از زیبایی بهشت این است که هر قدم که پیش می روی زیباییش را می بینی و بدون قصد زمزمه می کنی: سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. و اذا رأیت ثم رأیت نعیما و ملکا کبیرا. و چون بدانجا بنگری سرزمینی از نعمت و کشور پهناوری می بینی. هر وقت به چیز کوچک یا بزرگی در بهشت نگاه کنی نعمت شگفت‌انگیز و کشور پهناوری را می بینی. تو در دنیا هرچه ساده باشی، اما در بهشت از نظر قدرت، نفوس و ثروت 10 برابر از بزرگترین پادشاه دنیا بزرگتر هستی. الان تو پادشاهی. الا این سلعة الله غالیه، الا این سلعة الله الجنه. آگاه باشید که کالای الله متعال گرانبهاست. آگاه باشید که کالای الله متعال بهشت است. رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرمایند: آیا کسی هست که خود را برای رسیدن به بهشت آماده کرده باشد؟ چون بهشت خطر ندارد، نوری است که می درخشد، گلی است که تکان می خورد، کاخی است سر به فلک کشیده، جویی است جاری که هرگز خشک نمی شود، میوه های رسیده زیاد است، همسران زیباروی و قشنگ و زیور آلات زیاد هست، در جایگاهی ابدی، در سرسبزی و شادابی و در سرای مرتفع و سالم. گفتند: ما خود را برای آن آماده کردیم یا رسول الله. فرمودند: بگویید انشاءالله. باری عزیزان، ما داخل بهشت هستیم. به من بگویید اولین کاری را که انجام می دهید چیست؟ اکنون برای نخستین بار به منزلت در بهشت خواهی رفت. ناگهان به خانه‌ات می رسی. جویها از زیر درختان آن در باغ‌های بهشت جاری است. سلیمان به بلقیس گفت: انه صرح ممرد من قواریر. این قصر ساده و درخشان و ساخته شده از آبگینه هاست. تصورت در مورد بهشت چیست؟ الله در مورد بهشت می فرماید: تجری من تحتها الانهار. از زیر آن جویباران روان است، یعنی از زیر کاخهای بهشت. تجری من تحتهم الانهار. از زیر آنان نهرها روان است، یعنی از فرودستی آنان. گویا نمایشگاه شگفتی های دریاها و ماهی‌ها است. پیامبر صلی الله علیه و سلم شکل خانه‌ات را برایت توصیف می کند. یاران گفتند: ساختمان بهشت را برای من توصیف کن. فرمود: خشتی از طلا و خشتی از نقره است. ملات آن مشک بسیار خوشبو، سنگریزه های آن لؤلؤ و یاقوت و خاکش زعفران است. مسافت بسیار اندک یکی از شما یا جای پای در بهشت بهتر است از دنیا و آنچه در دنیا است. 1 متر مربع در بهشت از تمام دنیا بهتر است. اگر فقط 1 متر در بهشت داشته باشی، برایت بهتر و زیباتر از همه چیز است. قیمت 1 متر مربع در دنیا چقدر است؟ 1 متر مربع در ساحل رودنیل چقدر است؟ 1 متر مربع در لندن و پاریس چقدر است؟ حال 1 متر مربع در بهشت چقدر است؟ باور کن خیلی ساده به دست می آید. 1 متر مربع در بهشت در مقابل 1 سبحان الله، 1 الحمدلله، 1 ذکر، 1 دعا، 1 کار نیک، 1 خدمت به پدر و مادرت است. در بهشت چی درجه داری؟ از عباده بن صامت روایت شده است که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند: بهشت 100 درجه است که فاصله بین هر دو درجه به اندازه فاصله آسمان و زمین است و بهشت فردوس بالاترین درجه آن است و نهرهای 4گانه بهشت از آن سرچشمه میگیرند و بالای آن عرش است. پس هرگاه چیزی از الله خواستید، بهشت فردوس را از او طلب کنید. از ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنه روایت شده است که پیامبر من صلی الله علیه و سلم فرمودند:
هر کس به الله به عنوان پروردگار و به اسلام به عنوان دین و به محمد صلی الله علیه و سلم به عنوان پیامبر راضی و خوشنود باشد، بهشت برای او واجب شده است. گفت ابو سعید از آن جملات خوشش آمد و گفت ای رسول الله، آنها را برای من تکرار کن. پیامبر تکرار نمود و سپس فرمود عملی است که الله با آن بنده را 100 درجه رفعت می بخشد که فاصله بین هر دو درجه به اندازه فاصله میان آسمان و زمین است. گفتند ای رسول الله، این عمل چیست؟ فرمود جهاد در راه الله متعال، جهاد در راه الله متعال. از ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنه روایت شده است که گفت رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند وقتی صاحب قرآن وارد بهشت می شود با او گفته می شود بخوان و بالا برو. او می خواند و در برابر هر آیه 1 درجه بالا می رود تا آخرین آیه هایی را که با او هست می خواند. الله اکبر. نگاه کنید عزیزان، یک بار به این احادیث توجه کنید. مانند ستاره‌ای که به آسمان بالا می رود، این انسان ها بالا می رود. به من بگویید آیا شما ساکنان بهشت فردوس هستین؟ از معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنه روایت شده است که گفت شنیدم رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرماید بهشت 100 درجه است که فاصله هر درجه با درجه دیگر به اندازه فاصله بین زمین و آسمان می باشد و بالاترین بهشت فردوس است. بهترین بهشت فردوس است. عرش الله بر روی فردوس قرار دارد و نهرهای بهشت از آنجا سرچشمه می گیرند. پس هرگاه چیزی از الله خواستید بهشت فردوس را بخواهید. آری عزیزان، بهشت فردوس والاترین مکان در بهشت است. پس بیایید همه ایمان از الله متعال بخواهیم که بهشت فردوس را نصیب من بکند و توفیق او اعمال را برای من بدهد که ما را به بهشت فردوس میرساند. پایان این قسمت. دوست داری با چه کسی در بهشت باشی؟ از خودت بپرس. دوست داری در بهشت با چه کسی باشی؟ با خانواده‌ات؟ چون هر یک از ما وقتی کوچک بود دوست داشت خانواده در یک شب نشینی زیبا که مملو از محبت و دوستی است جمع شوند. تصور کن قصرهای ما در بهشت کنار هم قرار دارد. فرشتگان را در باغ قصرت می‌بینی. والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام علیکم. و فرشتگان از هر در بر آنان وارد می شوند گویند سلام بر شما باد. عشق و محبت دلهای من را پر می کند. سلام قولا من رب الرحیم. گفته می شود سلام بر شما باد به عنوان سخنی از سوی پروردگار مهربان. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما الا قیلا سلاما سلاما. در آنجا نه سخن بیهوده و نه حرف گناه آلود بشنوند مگر این سخن را که همگی سلام گویند و سلام. سلام بهشت را پر می کند. سرای سلام یعنی دارالسلام. دلهایشان یکیست، در میانشان اختلاف بغض و کینه نیست. هر آرزویی که در دل تو باشد در دل همگیست. هر چی آرزو کنی
محقق می شود. چی آرزو می کنی؟ از همین حال آرزو کن. چی آرزوی برای خودت داری؟ لهم ما یشاءون فیها ولدینا مزید. آنان در آنجا هر چی خواهند دارند و در نزد ما افزون بر این است. ملاحظه کن، ما یعنی هر چی اشتها کند. و فیها ما تشتهیه الانفس و تلذ الاعین و انتم فیها خالدون. و در آنجا آنچه دل خواهد و دیدگان از آن لذت برند وجود دارد و شما در آنجا جاودانه خواهید بود. چه آرزو می کنی؟ محبت و دوستی می خواهی؟ آن موجود و مداوم است و هرگز سست نمی شود. تصور کن تو و همسرت. از انس رضی الله تعالی عنه روایت شده است که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند: إن في الجنة سوقا يأتونها كل جمعة فتهب ريح الشمال فتحث في وجوههم وثيابهم فيزدادون حسنا وجمالا فيرجعون إلى أهليهم وقد ازدادوا حسنا وجمالا فيقول لهم أهلهم والله لقد ازددتم حسنا وجمالا فيقولون وأنتم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. در بهشت بازاری است که اهل بهشت هر جمعه به آنجا می آیند و باد خنک شمال می وزد و به صورت و لباس آنان می وزد و آنان بر اثر نسیم آن لطافت و زیباییشان زیاد می شود. بعد نزد خانواده هایشان در حالی که بر حسن و جمال آنان افزوده شده برمی گردند. اهل خانواده با آنان می گوید والله سوگند که حسن و زیبایی شما افزوده شده است. آنان جواب می دهند والله سوگند بعد از ما و در غیاب ما حسن و جمال شما نیز افزونتر شده است. تصور کن هر هفته بر زیبایی تو همسرت افزوده می شود تا بی نهایت. بسیاری از مردم در زندگی دنیا عاشق سفر، گردش و استکشاف هستند. می خواهم در بهشت مسافرت کنم و زیبایی ها و گنج هایش را شخصاً کشف کنم. چون این افراد خیلی در بهشت خوشحال می شوند. بعضی از مردم هزاران کیلومتر مسافرت می کنند تا آفرینش الله متعال یا صنعت انسان را در دنیا ببینند، مثل آبشارهای نیاگارا، برج ایفل، تاج محل و امثال آن. نظر در مورد مناظر و تحفه هایی که الله در بهشت برای ما آماده کرده چیست؟ به نظر تو آیا زیبایی و شگفت انگیزی آبشارهای بهشت مثل زیبایی و شگفت انگیزی آبشارهای دنیاست؟ خودت و همسرت را در حال گردش در جزیره خصوصی خودتان در بهشت تصور کن که در آن شیرین ترین دریاها و رودها قرار دارد. زیباترین منظره‌ای که در دنیا دیده‌ای چیست؟ خوب در مورد آن فکر کن. چی تأثیر در دلت گذاشته است؟ مناظر بهشت را با آن قیاس کن. تأثیر بزرگ آن بر قلبت چگونه خواهد بود؟ این سفر چند سال طول خواهد کشید؟ آرزو می‌کنی یک سفر دور بهشت داشته باشی؟ بهشتی که پهنایش به اندازه آسمان ها و زمین است. از انس ابن مالک رضی الله تعالی عنه روایت شده است که پیامبر من صلی الله علیه و سلم فرمود: إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها. در بهشت درختی وجود دارد که فرد سواره 100 سال در زیر سایه آن حرکت می کند اما نمی تواند آن سایه را به پایان برساند. بگو برایم، آیا می خواهی با طیاره مسافرت کنی یا بر روی فرش باد یا مثل سرور من جعفر که با دوبارش می برد؟ هرچی می خواهی آرزو کن، یا با بهترین موتر یا با براقی که در سفر اسرا بود یا یک کشتی کاملا مجهز تفریحی را آرزو می کنی. هر چیزی را که بر بی نهایت تقسیم کنی مساوی با صفر است. برای خودت چی آرزو می کنی؟ می خواهم فیلم زندگیم در دنیا را برگردانم. الله متعال آنچی بوده و آنچی خواهد بود و آنچی نبوده که اگر می بود چگونه خواهد بود را می داند. آنچی اتفاق نیافتاده نگاه کن که اگر رخ میداد نتیجه چی بود؟ به این ترتیب عشق و محبتتان به الله و حکمتش زیادتر می شود که آنچی برای من در زمین مقدر کرده بزرگترین خیر بود.
تصور کن الله تو را از حکمتش در زندگیت آگاه کند. فیلم زندگیت را میبینی در حالی که خوشحال هستی و نمیدانی چگونه از الله متعال تشکر کنی. هرچی را در دنیا برایت اتفاق افتاده یادآور میشوی. فکر کن چرا فلان روز غمگین شدی و گفتی پروردگارا چرا فلان رزق را در اختیارم قرار ندادی؟ اگر آن کار را میکرد امروز این جایگاه را در بهشت نداشتی. بیا و نگاه کن، اگر آنچه میخواستی در دنیا محقق میشد اکنون چی میکردی؟ از عشق و محبت و خجالت ذوق میشدی. آره عزیزان، زندگی در بهشت خیلی زیباست، آن هم در کنار هم عزیزانی که ما آنها را دوست داریم. یک بار تصورش را بکنید که شما با تمام آن عزیزانی هستید که آنها را دوست دارید، با هم در یک فضای مملو از محبت و دوستی آنچه که می‌خواهید در اختیار دارید. بعضی ها میگویند آیا در بهشت خسته میشویم؟ این مطلب در برنامه بعد. پایان این بخش. اینک توجه کنید به سلسله سفر و سوی خوشبختی. عنوان برنامه کنونی ما بعضی ها می گویند آیا در بهشت خسته می شویم؟ می باشد. شنونده باشید. بعضی ها می گویند آیا در بهشت خسته می شویم؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. بهشتیان امروز به کاری مشغولند و شادمانند. آنان و همسرانشان در سایه های بر تخت ها تکیه زده‌اند. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیها لا یبغون عنها حولا. براستی آنانی که ایمان آورده اند و کارهای شایسته انجام داده اند جایگاه پذیراییشان باغ‌های فردوس است. در آنجا جاودانه اند، از آنجا تغییر و تحول نجویند. خوشبختی حقیقی همان بهشت است. بعضی ها می پرسند آیا در بهشت پول هست؟ در جواب این سوال باید گفت در آنجا پول نیست. پول وسیله خوشبختی است، نه خود خوشبختی. پول یک تکه کاغذ است که آن را از وسیله نمیتوانی تبدیل به هدف کنی. پول وسیله برای خرید چیزهایی است که خوشبختی را برایت مهیا می‌سازد. ولی تو در خوشبختی و سعادتی هستی که به آن نیاز نداری. انسان در دنیا از چیزهای نادر و کمیاب لذت می‌برد و نمی‌داند چه کار کند که همیشه برایش باقی بماند. و اگر به کثرت وجود داشته باشند از آنها دل سرد می‌شود. اما در بهشت چیز نادر و کمیابی وجود ندارد. هر چیز در برابرت هست. تنوعی زیاد لذت‌ها تا بی‌نهایت تو را بر آن می‌دارد که خسته و دل سرد نشوی. در آنجا ندرت و کمبود وجود ندارد. همه چیز پیش رویت است. ولی این تنوع زیاد پایان ناپذیر تو را بر آن می‌دارد که همواره بدون انقطاع لذت ببری. این حقیقت خوشبختی است. همه اینها به خاطر تو است ای انسان. در مقابل مسافرت کوتاهی که 60 سال است، در این مسافرت بر سختی ها و از دست دادن دوستان صبر کن تا نعمت ابدی را به دست آوری. از ابو هریره رضی الله تعالی عنه روایت شده است که گفت رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند من خاف ادلج و من ادلج بلغ المنزل الا ان سلعة الله غالیه الا ان سلعة الله الجنه. هر کس بترسد از اول شب حرکت می کند
و هر کس اول شب حرکت کند و منزل خواهد رسید. منظور سرعت و سبقت و آمادگی همیشه در طاعت و عبادت الله است. آگاه باشید که کالای الله گرانبهاست. آگاه باشید که کالای الله بهشت است. آیا کسی هست که آستین‌هایش را برای رسیدن به بهشت بالا زند؟ دنیا آسان است و خوشبختی کامل بهشت است. پس آمادگیت را از همین حالا بگیر. پیامبر صلی الله علیه و سلم زندگی را با بهشت اصلاح کرد. مشکلات دنیا را با اندیشه بهشت معالجه نمود. تمام عرصه‌های دنیا نیاز به اصلاح دارد که پیامبر صلی الله علیه و سلم با تشویق به بهشت آنها را اصلاح کرد. ببین چگونه پیامبر صلی الله علیه و سلم مسائل امت را از طریق بهشت اصلاح کرد. 1. مسئله نیکی به پدر و مادر. با یادآوری بهشت آن را معالجه کرد. و رغم انف رجل ادرک عنده ابواه الكبر فلم یدخله الجنه. دور باد کسی که پدر و مادرش نزد او به پیری برسند و آن دو او را وارد بهشت نکنند. 2. علم و فراگیری آن. مشکلات پدران با فرزندان تنبلشان، مشکلات فرزندان در تنفر از تحصیل را پیامبر صلی الله علیه و سلم با بهشت حل کرد. حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم است که می‌فرمایند: من سلک طریقا یبتغی فیه علما سهل الله له طریقا الی الجنه. هر کس راهی را بپیماید که در آن راه علم را جستجو کند، الله متعال راهی را به سوی بهشت برای او آسان می‌گرداند. در اینجا پسری که از کتاب و تعلیم متنفر است با عاشق کتاب و تعلیم تبدیل می شود. 3. در وقتی از دست دادن فرزند محبوب. همچنین کسانی که فرزندانشان را در نوجوانی از دست می دهند. حدیث قدسی با آنها می گوید: اذا مات ولد العبد قال الله لملائكته قبضتم ولد عبدي فيقولون نعم فيقول قبضتم ثمرة فؤاده فيقولون نعم فيقول ماذا قال عبدي فيقولون حمدك واسترجع فيقول الله ابن لعبد بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. هنگامی که فرزند بنده می میرد، الله از فرشتگانش می پرسد: آیا فرزند بنده‌ام را قبض روح نمودید؟ فرشتگان می گویند بله. الله می پرسد: میوه قلبش را چیدید؟ می گویند بله. الله متعال می فرمایند: بندم چی گفت؟ می گویند حمد تو را به جا آورد و انا لله و انا الیه راجعون گفت. الله متعال می فرماید: برای بندم در بهشت خانه‌ای بسازید و آن را خانه حمد بنامید. چیزی آتش جدایی فرزند نزد پدر و مادر را خاموش نمی کند مگر شیرینی ملاقات در بهشت، در خانه‌ای که الله متعال آن را خانه حمد نامیده است. همچنین به پدران و مادرانی که فرزندانشان قبل از سن بلوغ مرده اند بهشت تعلق می گیرد. حدیث شریف می فرماید فرزندان مسلمانان که قبل از سن بلوغ مرده اند در روز قیامت آورده می شوند. الله متعال با آنان می فرماید بروید وارد بهشت شوید. آنان می گویند نه پروردگارا، تا این که دست پدران و مادران من را بگیریم. الله متعال با آنان می فرماید دست پدران و مادرانتان را بگیرید و آنان را وارد بهشت کنید. 4. کسی که بیناییش را از دست بدهد، الله او را با بهشت به صبر دعوت می کند. پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرمایند الله تعالی می فرماید: اذا ابتلیت عبدی بحبیبتیه فصبر عوضته منهما الجنه. وقتی بندم را به دو محبوبش مبتلا کنم، یعنی به دو چشمش، و صبر کند، در برابر آن دو بهشت را به او می دهم. هر عوضی که به او بدهی آنچی از دست داده است را به او بر نمی گرداند، ولی یک نگاه به نعمت جنت آن را به او بر می گرداند. پس ای فرزندان افغانستان و میانمار و شام و فلسطین که عضوی از اعضایتان را از دست داده اید، از جمله آنان ام عمار، عمرو بن جموح و خاندان یاسر هستید.
پس ای مادران شهدای خردسال فلسطین و شام و میانمار و افغانستان، شما را با این حدیث بشارت میدهم. پنج، در برپا کردن عبادتگاه ها. من بنا لله مسجدا بنا الله له بیتا فی الجنه. هر کس برای الله مسجد بنا کند، اللهی متعال برای او در بهشت خانه‌ای بنا می کند. 6. بهشت از انسان محبت انتقام را بیرون می کشد. کسی که به ظلم و ستم زندانی یا دستگیر شده است، وقتی خارج می شود و چیزی جز انتقام نمی اندیشد. بهشت این کینه را بیرون می کشد. یک لحظه که در بهشت باشی، بعد از آن می گویی هرگز رنج ندیدم. 7. آنهایی که در عزت و نعمت هستند، وقتی خار می شوند و دنیایشان تغییر می کند. رب ابن لی عندک بیتا فی الجنه. پروردگارا برای من خانه نزد خود در بهشت بساز. 8. تو را به عیادت بیمار تشویق می کند تا یک بار سنگین نباشی. عید المرید فی مخرفت الجنه حتی ینصرف. عیادت کننده بیمار در میان درختان انبوه بهشت است تا زمانی که باز می گردد. 9. حتی نرمی با حیوانات. مردی به خاطر آب دادن به یک سگ وارد بهشت شد. 10. در وقت مختل شدن میزانهای قدرت در میان اسلام و دشمنانش، وقتی دلهای ما پر از ترس و وحشت می شود، بهشت ضروری است. در بدر مسلمانان پا برهنه و کافران سواره بودند. مسلمانان کم و کفار زیاد بودند و آنها ضعیف و کفار قوی بودند. چیزی باید وجود می داشت که معیارها را تغییر می داد و آن این سخن است: برخیزید به سوی بهشتی که پهنایش آسمان ها و زمین است. وقتی غزوه بدر نزدیک شد و دو گروه با هم روبرو شدند، رسول الله صلی الله علیه و سلم در میان مردم برخاست و آنان را موعظه کرد و پاداشی را که در صبر و پایداری برای آنان قرار دارد یادآور شد، از جمله نصرت و پیروزی سریع در دنیا و ثواب آینده الله، و به آنان خبر داد که الله برای کسی که در راه شهید شود بهشت را واجب کرده است. عمیر ابن حمام برخاست و گفت: یا رسول الله، بهشتی که پهنایش آسمان ها و زمین است؟ فرمود: بله. گفت: به به یا رسول الله. فرمود: چرا گفتی به به؟ گفت: نه والله قسم ای رسول الله، ولی با امید این که از اهل بهشت باشم. فرمود: تو از اهل بهشت هستی. او چند خرمایی که از کیسه‌اش بیرون آورد و شروع کرد به خوردن آنها. سپس گفت: اگر زنده بمانم که این خرماها را تمام کنم، این یک زندگی طولانی است. او آنها را دور انداخت و جنگید تا کشته شد. او اولین شهید بود. 11. این با دشمنان قبل از جنگ بود، ولی چند ثانیه بعد از جنگ چگونه آنان را اکرام می‌کنی؟ رحم و شفقت با اسیران. تمام قطعنامه‌های حقوق بشر در حمایت اسیران شکسته می شود، ولی این آیه را گوش کن: و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. و خوراک را برغم دوست داشتنش به بینوا و یتیم و اسیر می بخشند. چرا این آیه در سوره انسان درباره بهشت صحبت می کند؟ چه ارتباطی دارد؟ امکان ندارد قلب خانواده ها در برابر گنجینه های دنیا نسبت به اسیر مهر بورزد، و ویژه اگر محبوب ترین افراد نزدشان کشته شده باشند. این امکان ندارد مگر با یادآوری نعمت های بهشتی که برای او آفریده شده. به این جهت این آیه در سوره انسان آمده است. 12. کسی که چیزی را برای الله رها کند، عوض آن بهشت است، مانند فرو بردن خشم. الله متعال او را در میان تعداد زیادی از حور عین مختار می کند که هر کدام را که می خواهد انتخاب کند. ای خانم، به اطرافیانت رحم و شفقت کن، و ای مرد، به همسرت رحم کن، در برابرش بهشت از آن توست.
13 صدای کفش بلال در بهشت از سروران سبقت گرفت. همچنین آل یاسر کباب می شود تا اینکه خفه می شود. ضربه و شرمگاه سمیه زده می شود تا کشته می شود و عمار آویزان می شود به سبب صبرشان. صبرا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنه. ای خانواده یاسر صبر کنید، وعده شما بهشت است. ویح عمار تقتله فئة الباغیه یدعوهم الى الجنه و یدعونه الى النار. وای بر عمار، او را گروه باغی و شورشی می کشند. او آنان را به سوی بهشت دعوت می کند و آنان او را به طرف آتش دعوت می کنند. 14 من و کفالت کننده یتیم در بهشت ماننده این دو هستیم و بعد دو انگشت سبابه و میانه اشاره کرد، چون او صلی الله علیه و سلم یتیم بود. کسی که پدرانه با یتیم رفتار کند، پیامبر صلی الله علیه و سلم به منزله پدرش است. این حقیقت را صحابه خیلی خوب فهمیدند و دیدگاهشان نسبت به زندگی و آخرت تغییر کرد. به اتفاقی که برای صهیب رومی اتفاق افتاد توجه کن. آن فقیری که برای زندگی به مکه رفت، او بینوایی بود که هیچ چیز نداشت، پس تجارتش رونق گرفت و ثروتمند شد. بعد اسلام آورد و تصمیم گرفت از مکه به مدینه هجرت کند. قریش قافله‌اش را نگه داشتند و از او پرسیدند و کجا می روی ای صهیب؟ گفت من هجرت می کنم. از او پرسیدند این قافله‌ای که با خود میبری چیست؟ 10 شتر بود که چیزهای گران قیمت بروی آنها بود. با آنها گفت اینها ثروت و اندوخته های من هستند. و او گفتند تو بینوا نزد ما آمدی و نزد ما ثروتمند شدی. اگر میخواهی هجرت کنی تمام مالت را بگذار و برو. او فوراً و بدون تردید با آنها گفت و من بگویید اگر تمام مالم را بگذارم آیا میگذارید هر کاری میخواهم انجام دهم؟ گفتند بله. گفت همه اموالم را بگیرید. در یک لحظه تصمیم گرفت. چه کسی به او این توانایی را داد که این تصمیم مهم را بگیرد؟ آن قدرت عظیمی که او را بران داشت که این مبارزه طلبی را بپذیرد و تمام ثروتش را در راه هجرت به مدینه فنا کند چیست؟ و او گفتند آن شتری را که بر آن سوار هستی هم برای ما میگذاری. گفت این شتر را که سوارم هم بگیرید. گفتند عبایی را هم که به تن داری. گفت این را هم بگیرید. ثروتمند فقیر و بیچیز هجرت می کند. در وقت خارج شدن پیامبر صلی الله علیه و سلم او می فرماید چی معامله سودمنده ای ابو یحیی، یعنی تو فایده کردی. چه به دست آورد؟ و صهیب می خندد. سلیم به خاطر راضی کردن شوهرش اشکهایش را نگه داشت. به این خاطر پیامبر صلی الله علیه و سلم صدایش را در بهشت شنید. عماره شانه قطع شدهش را مخفی میکرد تا زنها به او نخندند. وقتی عمر رضی الله تعالی عنه به او گفت مژده بده که بخشی از بدنت قبل از تو به بهشت رفت، او با این سخن به زنان مدینه مباهات و افتخار می‌ورزید. زنان زیبا به دستان نرمشان افتخار می‌کنند و او به قطع شدن دستش مباهات می‌ورزد. عمرو بن جموح یادآوری برای معلولان. از چند نفر از بنی سلیبه روایت شده است که عمرو بن جموح نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم آمد و گفت این فرزندانم به من اجازه نمیدهند که با تو جهاد کنم و الله سوگند من امیدوارم که شهید شوم و با این پای لنگم در بهشت راه بروم. رسول الله صلی الله علیه و سلم به او فرمود الله جهاد را از تو برداشته است و با فرزندانش فرمود رهایش کنید، شاید الله شهادت را نصیبش کند. او با رسول الله صلی الله علیه و سلم خارج شد و در روز احد شهید شد. قهرمانان ورزشکاران مسابقه می‌دهند، ولی اولین دونده اسلام هدفش بهشت بود. او سلیمه ابن اکوع بود. یک جاسوس سوار بر اسبی آمد. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود چه کسی این مرد را میگیرد و در مقابل بهشت از او باشد؟ مرد روی شتر جوانی حرکت کرد و مرد روی شتر بزرگسالی و من پیاده حرکت کردم. بر سرعتم افزودم تا از کسی که سوار شتر بزرگسال بود سبقت کردم. سپس سرعتم را زیادتر کردم تا از کسی که سوار شتر جوان بود سبقت گرفتم. سپس به آن مرد رسیدم. داستان حرام ابن ملحان
صحابی ابن ملحان نزد پادشاه یمن رفت تا او را به اسلام دعوت کند. فرض بر این است که سفیران به سوی پادشاهان احساس امان کنند. در وقت صحبت کردن با پادشاه، شاه به یکی از نگهبانانش اشاره کرد. او نیزه به سوی ابن ملحان پرتاب کرد که پشتش را شکافت. او فریاد زد: به پروردگار کعبه سوگند کامیاب شدم. او چیز به دست آورد؟ آیا این نور را دیدی؟ آیا عینک بزرگ کننده یکس ها را دیدی؟ آیا بهشت را دیدی؟ بهشت به تو نزدیک شد. حقیقت دنیا را شناختی. آری عزیزان، دنیا همین گونه است. نعمتهایش محدود، لذتهایش اندک و خوشیهایش کوتاه. آنچه که کامل و تمام ناشدنی و فراوان است، او در بهشت است. پس از الله متعال می خواهیم که ما را وارد بهشت گرداند و در کنار هم قرار دهد. پایان این بخش.